خب استاد جان، برای آدمی بینماز پول دهی ثواب است یا برکت مالت از بین می رود؟ یعنی کسی آدمی بینماز میگه پول بده درسته، یا اینکه میگن که برکت مالت از بین میپره؟ نه برادر عزیز، بینماز هم برادرای شما هم، بینماز هم بنده خدا هست، فقط در اونها کمبود از همین نعمت خدا خودشان دور گرفتن. شما دعا کنید که خدای مهربان اونها را به همین عبادت بسیار مهم ضرور و عبادت بسیار مهم خدا اونها را نزدیک کنه. وقتی پول میتیش بگو برادر عزیز این همین پول بگیره، خدای مهربان خیر تا برادر، تو برادر مایی، لیکن اگه بندگی خدا را بجا بیار آخی، این 1000 سوم میتم 500 سوم شب بیار بتیم، 500 دیگه شب بگیره برای مقصد اینا در مردم ما یک کس نمازخوان که شوند، بعد یکون کرتاش میخرن یا یکون شلوارش میخرن یا یک جلکش میخرن، اینا را برای فلان چیزک تا بگیو برادر از نماز سر کن. او وقتی نماز سر کنه میدونی تو او در عوض 500 سومی دادگی تو چند قدر ثواب میگیری. پیامبر حضرت علی را چی گفت؟ لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. علی اگر یک آدم ای دستی تو سبب شوی بود وای نمازخوان شود، وای قرآن خوان شود، وای روزگیر شود، وای حج رو شود، نزد الله گفت از یک شتر سرخمو را در راه خدا قربانی کردن در این کار ثواب میگیری. ولی یک شتر سرخمو را برادر عزیز در سعودی ولی ببینین میگن نرخش کردن یک شتر سرخمو $1,000,000. 500 سومی تو کجا میسته؟ $1,000,000 جدا میسته. تو $1,000,000 در راه خدا خیر کردی و احسان کردی. یک روز یک خواهرم زنگ زد منده، او که حاجی بابا در همین خانه گفت ما 4-5 نفریم، انا اونهاش مقصد امو خیش تبارامونن، 2 تاش نماز نمیخونن. من برای مثال همجا 2-3 نفر بچه‌ای که نماز میخونن خوراک تیار میکنم، او 2 نفر ده خوراک نمیتم. برادرها این از نگاه دین بسیار خطای کلانه. حتی اگر همون بچه‌ای که در پیشون خوراک مونن و بخورن همیارا نتن، همونها هم در نمازهاشون ثواب نمیگیرن. از این لحاظ این راه را انتخاب نکنین. ای دفش که به نماز های، ای اون گمش که در کار نیست. نه برادر عزیز، این خیلی بهاگذاری نکنین. و الا من مثال های دارم از روی حدیث های پیامبر که راستی باز اونها را در اینجا برای شما گفتن نمیتونم، تا که بسیاری از برادرایی که با نماز نمیخوانند با همین سخنهای مرا دلیل و حجت نکنن، برای اونها فهم این سخنی مرا نمیکنن. ولی مادامی که شما نماز میخوانین حرکت کنین که یک نفر با دربر خودت بیار نزدیک. پیامبر چی میگه؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمانت کامل نیست تا زمانی آنچه برای خودت دوست می‌داری برای برادر دوست نداری. یعنی تا اگه دوست بداری خودت نمازخوان باشی، دوست بداری که در عوض نماز ثواب بگیری، دوست بداری که ای نمازت خدا خوشنود می‌شود، دوست بداری که به سبب نمازت خانه قبرت آباد، دوست بداری که به سبب نمازت جنت می‌ری. اگر همینها را برای همو برادر دوست نداری، پیامبر میگه ایمانت نور نداره، ایمانت کامل نیست. از این لحاظ با اینها چشم بد قطعی نگاه نکنین، حرمتشان کنین، قدردانیشان کنین، دلیاوی کنین. بعد خدا خواه اونها نه. ما همین وقتی که مردم دعوت کردیم، مردم با سخن خوب دعوت کردیم، با سخن نرم دعوت کردیم که اونها در نماز راست شدن. این است برادرای عزیز راه دعوت. این است ما مثال با اینها میتونیم که آدمایی که ای خدا دورم بیگانن اونها را مقصد یگانه کنیم، اونها را نزدیک کنیم. خدای مهربان خاتمه اونا بخیر کند، ایمان ها اونا با سلامت نگه دارد
و این سوالهایی را که جواب گردانیم خداوند در هر یک حرفش بنده را و گوش کننده ها را الله مهربان ثواب جزیل نصیب گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین.